سلام دوستان گلم. امروز ما اومدیم با آموزش پیتزای مرغ‌قارچ. امیدوارم که ما رو همراهی کنید. مرسی ازتون. خب مواد لازم 600 گرم مرغ هستش، 2 قاشق غذاخوری پودر خمیر ترش هست، 1 قاشق غذاخوری نمک، 2 قاشق غذاخوری شکر، شیر هست، شیر باید بلند باشه، آب هم همینطور، 1 لیوان روغن نصف پیمانه باید داشته باشیم، ذرت، گوجه برای تزیین، مرغ که آبپز میشه، پنیر پیتزا به حدی که شما باید یعنی دلخواه هستش میتونید اضافه کنید، قارچ هستش. حالا با هم دیگه باید خمیر رو درست کنیم. خب در ابتدا پودر خمیر ترشمون رو باید مویش رو درست کنیم و 10 دقیقه تا 1 رو سلفون روش بکشیم و بذاریم که ور بیاد. شکر داریم، نمک داریم، یک لیوان آب داریم، لیوان شیر داریم، میزنیم، سلفون یا یه دربی قرار میدیم تا یه مقدار روش ور بیاد. خب مایه خمیر ترشمون بر اومده، الان اضافهش میکنیم به آردمون. روغن هم داشتیم، خب اونقدر باید برس بدیم که خمیر لطیف به دست بیاد و بعد یه چونه بزرگ میگیریم و میذاریم که به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت خمیرمون ور بیاد، 2 برابر بشه حجمش. خب حجم خمیر ما 2 برابر شده، آماده است که چونه بگیریم و بچینیم در قالب. خب خمیر رو با وردانه صاف کردیم چونمون رو و داخل قالبمون پهن کردیم. حالا باید مناسب با سایز قالبمون خمیر رو درست کنیم. اول مواد تاپینگمون رو بچینیم روش. این قالب همون تهیه قالب کمربندی هستش. من به جای اینکه قالب پیتزا بخرم از اون استفاده کردم. خب از مرغ رو میچینیم.
خب حالا قارچا رو میچینیم. مقداری هم زیتون. خب دوستای گلم، این هم پیتزای مرغ قارچ ما که آماده شد. به به عجب پیتزایی شده. حالا میبرمش و بهتون نشون میدم. خب دوستای گلم، این هم پیتزای ما که آماده شد. نوش جان. خب بچه هاشون، برای من حتما آموزش‌هایی که دوست دارین من براتون بذارم رو کامنت کنین. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. مرسی ازتون.